مرد زنش به زنا تهمت کنه، یعنی به یگان دلیل تصدیق کننده زنش گفت که تو زنا کردگی، تو قنچقی، تو بیراهی، خلاصه همین خیلی تهمتش کرد. اگر یگان دلیلی تصدیق کننده نداشته باشه، یعنی اینجا تهمت میشوه و همین مرد یکی از گناهان بزرگ و هلاک‌آور مرتکب میشوه. در یک حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 7 نمود گناه هلاک‌آور ذکر میکنه. 7 الموبقات میگه، یعنی 7 گناه هلاک‌آور ذکر میکنه. یکی از همون 7 گناه هلاک‌آور تهمت کردن زن پاکدامن به زنا. مردی که به یگان دلیل تصدیق کننده همسر خودش به زنا تهمت میکنه، یک جنایت بسیار بزرگی را مرتکب میشود. بسیار متاسفم از بعض انسان ها که به یگان دلیل حجت فقط به مجرد آوازه مردم یا اینکه باید و شاید قطعی همسر حلالیش به زنا تهمت میکنه. در اینجا فرزنداش 1000 طلاقش میکنه، از هم جدا میشوند و پاش میخوره آیله و بعداً میفهمه که همسرش بیگناه بودگیه. یعنی یگان انسان نباید در حالت خشم و غضب همین تصمیم بگیره همسرش طلاق بتیه، بلکه خوب تحقیق بکنه، با یگان دلیل تصدیق کننده نباشه هیچ وقت همسر خودش به زنا تهمت نکنه که از جمله گناهان هلاک‌آور و گناه بسیار بزرگی را مرتکب می شود. خیلی گناه خطرناکه.